به نظرم تراکتور تنها تیمی بود که امسال واقعا لیاقت قهرمانی رو داشت و تنها تیمیه که تو چند سال آینده میتونه با تیم‌های عربستانی مقابله کنه، همچون ورزشگاه داره، همچون طرفدار داره، همچون مالک خیلی خوب پولداری داره، هم امکانات خوبی داره. این حرف من یادتون بمونه، چند سال بعد اولین قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا رو یا همون لیگ نخبگان آسیا رو از فوتبال ایران تنها تیمی که میتونه بیاره تراکتوره. تراکتور میتونه بهترین بازیکنهای دنیا رو بیاره تو ایران. امسال واقعا لیاقت قهرمانی داشتن و بهشون تبریک میگم. از حق نگذریم و آدم باید انصاف داشته باشه، واقعیت ها رو بگه. آقا تراکتور بدون اشتباهات داوری و خیلی خیلی با شرف امسال قهرمان شد. انشالله تو لیگ قهرمانان آسیا موفق باشه چون لیاقتش رو داره.